سلام فرسامه، امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. خب بذار از اول شروع کنم. اولی که خواستم بگم این بود که ویدیو نشد پارتی بگیرم متاسفانه. چرا؟ چون کاراشو مغازه بابام انجام دادم و نشد بیارم رو میز کار انجام بدم که بتونم ویدیوشو. 1 2 ویدیو قبلیمو باید دیده باشین تا بفهمین این چیه و چیکار میکنه و اسم اصلیش چیه. 3 که مهمترین عامل این است، فکرشم نمی کردم اینقدر قدرت داشته باشه. حالا بهتون میگم چرا این قدرتش الان کم شده. خب اول از نمای ظاهری شروع کنیم، تستاشو بگیم، میگم بررسیش کنیم. از نمای ظاهری این یه دونه بگیم، یه دونه پریز اینجا داریم، یه دونه کلید آن و آف اینجا داریم که با یه بار زدن و در آوردن روشن میشه و خاموش میشه. اینجا یه دونه سوکت داریم برای مادگی و برای خروجی 12 ولت و شارژش. و اصلیتش این صفحه نمایشگره که با زدن کلید هم اینورتر اونور روشن میشه هم خود این صفحه نمایشگر. بریم اینور شروع کنیم. اینور یه دونه پریز داریم، تموم. اینجا هیچی نداریم، در این در بالاش هم کشویی رد میشه برای مثلا خراب بشه تعمیراتش، یا اینکه واسه ارور داخل اینورترش که اگه ارور بده بتونیم بازش کنیم بفهمیم. در ضمن واسه اینکه رو چهارپایه گذاشتم اون پاور استیشن قبلی که ویدیو تست و بررسی پاور استیشن دستساز بود گرفته بودم، چون جستش کوچیک بود رو خود میز گرفتم، ولی متاسفانه این چون جستش بزرگ بود مجبور شدم چهارپایه و تراس اون رو بیارم و روش ویدیو بگیرم. برسیم به اینجا هم هیچی ندارم، باز دوباره برمیگردیم. این 500 وات نامیه، یعنی حدود 300 وات 200 تا 300 وات به ما خروجی برق میده. الان من حالا نمیتونم تستش میکنم البته، ولی خیلی چراغام کم روشنایی میدن، چون از صبح دارم استفادهش میکنم واسه تست و بررسی که برای تست بفهمم چقدر قدرت دارم انجام میدم. یکم شارژش کم شده، الان 12.1 چیه 12.1 ولت. این در اصل باید 13 بشه چون باتریم خیلی گنده است. خب حالا چیزایی که قرار اضافه کنم بهش رو بذاریم بهتون بگم. چند وقت دیگه احتمالاً اضافه کنم، شاید پس فردا که میشه چهارشنبه، امروز دوشنبه 15 بهمن ماه 1403. داخلشو البته فکر کنم باید بیارم اونجا ویدیو بگیرم. آره باید بیارم رو میز داخلشو، اونجا دیگه نمیتونه بگیرم. تستاشو همین الان براتون انجام بدم، هم برم لامپ رو بیارم. خب بله وسایل رو آوردم، اونا تو حال بود داشتم تست میکردم. این یه لامپ چند واته؟ این لامپ 15 واته. اینو میذارم اینجا. اینم یک لامپ الان بهتون میگم.
یک لامپ 25 وات. خب من تستایی که ازش گرفتم اول یه خورده ترسیدم و ناامید شدم. چرا؟ چون یه لامپ حدوداً 10 وات 9 وات بود بهش زدم، به اضافه اون لامپ 15 واته. یه دفعه دیدم اون 9 وات 10 واته، یه دفعه دیدم روشن نمیشه. گفتم احتمالا اینورتر کم آورده یا باتری کم آورده و از زورش نمیرسه. گفتم بذار برم لامپ اتاقم رو باز کنم بیارم. که لامپ اتاقم این بود. شاید این ویدیو یکم نورش بد باشه چون لامپ اتاقم رو باز کرد. این لامپ اتاقم. بعدش آوردم اینو با 15 واته زدم، دیدم این از اون یکی با این که قدرتش بیشتره کامل روشن شد بدون یکم خطا که نورش از حالت عادی بیاد پایین‌تر. من این تستر رو شاید خیلی کم انجام بدم چون اینورتر چون باتری شارژ نداره داره ارور میده. اول دستگاه رو باید روشن کنیم تا یکم خنک‌کاریش انجام بشه چون از که دارم تستش میکنم. اول این 15 واتیه رو بزنیم، راحت روشن میکنه. فوکوس. بعدش میریم چیکار میکنیم؟ 25 واتیه رو بزنیم. خیلی اتاق الان نور بدیه ولی من برق رو خاموش میکنم. اصلا کامل روشن کرد. محتابی اینجام کامل خاموشه. الان من اگه اینو بندازم این ور فوکوس نکنم تو دوربین احتمالا متوجهش بشید. متوجه شدید. این یکم این چرخه قشنگ اینجا رو روشن کرد. من تو بتونم اینجا رو واسه فیلم برداریم عالی، به اضافه این لامپ البته فیلم برداری عالی. مثلا پایه رو بیارم این گوشه بچسبونم و قشنگ فیلم برداری رو اونجا انجام بدم. خاموشش کردم. کلا پاور استیشنو ویدیو قبلی نامشو گفتم که پاور استیشن. همین الان فکر کنم گفتم که ویدیو قبلی اولین ویدیو چنل تست و بررسی پاور استیشن دستساز بود. اینم دستسازه اما خیلی قشنگتر و مرتب‌تر شد. باتریش 10 آمپره، 2 تا پریز برق داره و اینو. زیاد چیز خاصی نداره اما درست کردنش 3 روز امروزم با تستاش وقت بود برام. خیلی هم خسته شدم. واقعا دیروز تا رفتم واسه جعبش برش دادم و این باتری 2 تا مشکل پیدا کرد. حالا ویدیو قبلی رو می‌خواستم بذارم بگم گذاشتم که گفتم باتریش مشکل پیدا کرده. باتریش خیلی آمپرش کم بود، در حد 6 آمپر بود. خیلی 6 آمپر برای اینورتری که به اون بزرگی کم بود. چند دقیقه شد؟ 8 دقیقه شد. یکم زیادی شد این ویدیو ولی خب دیگه دستگاهم بزرگترین مثلا پروژه این چنلم بود. حالا پروژه های بزرگتری درست کرده بودم ولی اونا رو قبل از اینکه یوتیوبم شروع کنم درست کرده بودم و فیلماشون هنوز ندارم. یک ویدیویی یه سوال برام پیش اومد. یه لحظه. خب بچه ویدیو رو رکورد کردم. همین الان یه دفعه اونجا رو دیدم یه دونه پنکه دارم با اینکه خونمون کولر داره، کولر آبی داره. ولی ما اینا رو واسه یه کاری یادم نمیاد واسه چی کاری بود خریدیم. چند سال پیشی ما مغازه بابام بوده بودن. خیلی برام سوال پیش اومد اینو میتونه روشن کنه یا نه. نگاه کنیم بچه نگین تقلب کردیم. متاسفانه نه، زورش نمیرسه. شاید هم زورش برسه ولی خب چون
باتریام میخورده کم شارژ. حتی موتور رو یکم تکونم نداد. حتی میذارمش اینجا، میام بالا. الان میام احتمالا ویدیو داخلش رو بگیرم. خب بچه اومدم داخل شون نشون بدم. اوه چه داغ کرده این بهتر. این از داخلشه. یکم آشغال داره چون دیشب کامل تمیز نکردم. اینو خاموش میکنم صدای فن اذیت نکنه. اینجا یه دونه دو شاخی داریم که واسه برق پریزه. نخواستم از داخل برق پریزه رو بس کنم چون روزی شاید اینورتر رو نیاز داشته باشم از این در بیارم. البته فکر نکنم روزی در بیارمش. این باتریمونه. اگه ببینه دوربین قشنگ، باتریمونم حالت دو نوعه. یه نوع از این 3.7 بزرگه و یه دونم 1.2 کوچیکه که من خیلی سری کردم. این 12 ولت، اینم 12 ولت، با هم موازی شده و آمپرش رفته بالا. پس قانون سری موازی آمپر میبره بالا ولی ولتاژ رو نگه میداره، ولی سری یعنی ولتاژ میبره بالا ولی آمپر رو نگه میداره. این از این. من بزنم اینجا. حالا شما تو ویدیو نمیبینید فکر کنم. آره نمیبینید. اینجا یه دونه چراغ سبز داره، یه دونه هم چراغ قرمز. الان این پنکر که زدم چراغ قرمز اگه روشن شه تو ویدیو معلوم شه. تو ویدیو معلوم نمیشه متاسفانه. تو ویدیو معلوم نمیشه. اگر من یه چیز پرمصرف بزنم احتمالا خروجی رو قطع کنه و اینکه چراغ قرمز رو روشن کنه که آقا نزن، این خطرناکه واسه دستگاهت. این از این. چند تا چیز که باید بهش اضافه کنم. یه دونه فنه که احتمالا این گوشه قرار بگیره کنار این پریزه و یه جایی برای اینکه وقتی میزنم بهش یه چراغی روشن بشه. شاید هم چیزای دیگر اضافه کردم. اگه اضافه کردم باز ویدیو رو میگیرم. بچه کانال منو به بقیه معرفی کنید. کانالم تازه زدم. کلا 2 تا سابسکرایبر داره. خیلی هم کمه. یا علی مدد میارم. این بود از ویدیو امروز. خب بچه این بود از ویدیو امروز. یه دستگاه پاور استیشن قوی درست کردیم که راحت 2 تا لامپ رو باهاش روشن میکنه. 2 تا لامپ خیلی براش آسونه. حالا وقتی که شارژ داشت من حتی حویه با چسب حرارتی رو زدم 5 آمپر میکشید ولی روشن میکرد بدون اینکه ارور بده اینورتر. اگر ارور بده من درجا قطع میکنم. الان اینم ارور داد. حالا یکم درسته نگه داشتم ببینم انواع دکمه رو بزنم چجوری کار میکنه. ولی این ارور داد. قشنگ آمپرا شد. اینجا زد 3 آمپر، یعنی که 3 آمپر به پنکه میداد. از اون بعدش دیگه نمیداد که زیاد به باتری و اینورتر زور نیاد. همون ماجرا قطع کنه اینورتر. فکر کنم زیادترین وقت ویدیو این ویدیو بود. مرسی بچه ها که لایک کردین، سابسکرایب کردید و احتمالا این ویدیو کامنتاش باز بشه بعد از چند تا ویدیویی که من گذاشتم. کامنت، لایک، سابسکرایب. خداحافظ.